سلام، خوش اومدین به ویدیو دیگه از چنل من. اسمم مریناست و قراره که توی این ویدیو یه ولاگ با هم دیگه داشته باشیم. میخوام با دوستم برم بیرون و بقیه چیزا که حالا تو طول خود ویدیو میبینید. و اگه دوست داشتین حتما این ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین و سابسکرایب هم یادتون نره. خب الان ساعت 1:30. من تقریبا یه ساعت دیگه باید راه بیفتم و هنوز نه انتخاب کردم چی میخوام بپوشم نه چیزی. اینم بی تاثیر نیست که فعلا هنوز سر کلاسای آنلاینم و به خاطر اینکه شاد خیلی پرسرعت و قوی داره فعالیت میکنه. ما کلاسامون از بازه زمانی صبح به بازه زمانی ظهر منتقل شده و متاسفانه تا ساعت 2 خورده‌ای من باید بشینم سر کلاسای آنلاینی که از ساعت 11 شروع شده. خدای شکرت. خلاصه که الان کم کم فقط بیایم با هم دیگه انتخاب کنیم چی بپوشیم. حاضر شیم؟ خاطر فاجعه‌ای که اینجاست منو ببخشید و تحملش کنید. مطمئنم اتاق خیلیاتون الان این شکلیه. بچه‌ها هوا کاملا گلزننده است. میبینید چقدر آفتابه در حالی که هوا الان سردترین حالت خودشه. این هم لباسام بر بالا این انتخاب کردم. باحاله، به تم این روزا میخوره، کریسمسیه و واقعا هم گرم نگه داره. شلوارم هم بک پوشیدم. حالا نمای واضح‌تر شلوارم هم بک پوشیدم دیگه. بریم سراغ اکسسوری. من خیلی اکسسوری ندارم، در همین این دستبنده است میخوام بندازم. این ورم ساعت. این ساعت یه چیزیش که خیلی دوست دارم اینه که تقویمی نداره، راحتم، مثلا فقط عقربه نیست. از انقلاب خریدم ولی خیلی دوستش دارم، خیلی باحاله. بس کنیم. این میدونین چجوریه؟ حتی اگه بره این زیرم باز از بغلا معلومه خوشگله. آرامم خیلی نازه. پیدا کردم 2 تا برف که هم به لباسم بیاد هم به فضا. از این میگه که نورم هست بگیرم. خوبه، راضیم. اوکیه. یه کوچولو این احساس کنم زیادیه ولی مشکله. خوبه، تو نگاه اول معلوم نی ولی تش معلومه. بچه بیاین تابلوامو نشونتون بدم. اینو الان دارم میکشم و خیلی دوستش دارم، واقعا دوستش دارم. و حالا اصل کار این 2 تا موندن و اون بالاها حالا خیلی مونده. اینم کشیدم، دوستش دارم. و این تابلو که اینم باز خیلی دوستش دارم. اینو آخرین تابلویی که قبل از اون کشیدم. اول اونو کشیدم، بعد اینو کشیدم، بعد اونو. حالا قبل ترشم اینو کشیدم، قبل ترشم اینو. دیر شده و من دارم این وسط رژه میرم. دوستشم الان روش پالتو میپوشیدم ولی هوا واقعا سرده. حالا میخوام اینا رو سر کنم ولی احساس کنم خیلی دیگه خیلی آره. چیکار کنم؟ نظر من الان اینو سر نمی‌کنم، نمیدونم چرا، ولی تو کامنت ها بهم بگین که اوکی بود اگه سر می‌کردم یا نه. بر تفاوت. خب خوبه، این یه کوچولو ساده ترش کرد، بیشتر دوست دارم، راضیم. خب این وسط یه معرفی کتابم داشته باشیم دیگه. ایکوا کتاب دوستم بود، گرفته بودم خوندم، خوب بود، بد نبود ولی مورد علاقه‌ام نبود. اگه مثلا خیلی اهل کتاب فانتزی هستین بخونید وگرنه پیشنهاد نمیشه. خوب بود، من دوستش داشتم، باحال بود. یه کوچولو حال بچگونه داشت و موقع خوندنش حال میکردیم ولی میگم طوری نبود که بخوام خیلی پیشنهادش بدم. همونطور که انتظار میرفت
خیلی سرد نیست الان، ولی میدونم 2-3 ساعت دیگه سرد میشه. دروازه بلند. یعنی فاجعه رو تمیز کن. انقلاب اینو گرفتم، یه دستبند سنگ کوارتز اگه اشتباه نکنم، خیلی خوشگله و خیلی وقت بود دستبند سنگ میخواستم که حالا هوای طبیعی داشته باشه و امروز که دیدم دقیقا همون چیزی بود که میخواستم و خیلی دوستش دارم. توی دوربین یه سفیدتر دیده میشه، یه کوچولو صورتی تره و خیلی دوستش دارم. اینم از خرید امروز. خیلی زیاد راه رفتم و واقعا خوابم میاد. نمیدونم باید چیکار کنم. دوست داشتم درس بخونم ولی خب ساعت 5 و 12 و نه بدنم کشش درس خوندن داره، نه مغزم، نه چشام و واقعا خوابم میاد. ولی خب دوست داشتم یه کوچولو ذهنم خالی کنم کاغذ و گفتم الان بشینم یه ذره ژورنال بنویسم و بعدش هم کارام بکنم که اصلا من بخوابم، بخاطر اینکه میگم خیلی خوابم میاد. جوانم بودم میشه 100 نفر که خیلی براش ذوق دارم. همین الانم میخوام کلی راجع به یوتیوبم ژورنال کنم و بنویسم و مرسی که هستین، کلی بهم انگیزه میدین، خیلی دوستتون دارم. امیدوارم پروگراممون زود کلی بزرگتر بشه و ممنون از حمایتایی که میکنید. خیلی تعداد زیادی از لایک و ویو رو یوتیوب میخوره به خاطر اینکه ما از VPN استفاده میکنیم و خب ربات تشخیص میده و خیلی ناراحت کننده است، ولی خب اتفاقی که میفته. پس ممنون میشم که بیشتر حمایت کنین، لایک کنین، کامنت بذارین و کسایی که ویدیو رو میبینید لطفا اگه میتونید سابسکرایب کنین به خاطر اینکه یه کوچولو حداقل اون چیزایی که یوتیوب ازم میگیره جبران بتونه بشه و خلاصه که خیلی دوستتون دارم. حرفایی که الان زدم خیلی وقت بود می‌خواستم بگم ولی نشده بود تا حالا بشینم اینطوری باهاتون صحبت کنم. این اولین بار بود و امیدوارم که هرچقدر خانواده‌مون بیشتر میشه بازم بیام باهاتون حرف بزنم و یه چنل گرم و نرم و گوگلی با هم دیگه داشته باشیم. خب کتابی که الان دارم میخونم شور زندگیه. کتاب خیلی قشنگیه، واقعا ارزش می‌کنه که توی یه هفته آدم بشه تمامش کنه، ولی من اینو فکرم اواخر تابستون رو شروع کردم و هنوز تمامش نکردم. اینقدر دیگه میمونه. کتاب کوتاه نیست، نزدیک 800 صفحه است، نه 700 صفحه است، ولی خب طول میکشه تا بخوام بخونم که اصلا وقت نمیشه. 2 روز رو وقت کردم نشستم خوندم. امروزم تا الان وقت نشد خدای بیرون بودم، ولی الان تا اونجایی که چشم یاری بکنم میشنم میخونم، بعدش هم میگیرم میخوابم. همین دیگه. مرسی که میدونید، خیلی دوستتون دارم. خدافظ.